درد عشق جانسوز است و تنگ و داز. حال بگو ببینم آن همه عشقت به یوسف کجاست؟ آن عشق هنوز پابرجاست، با تمام وجود آن را پروریده درون سینه محفوظ داشتم. اینک تو مورد توجه پروردگار یکتا هستی. بگو از من چه میخوای؟ چه آرزو کنم که ندارم. محبوب میخواستم که در کنار من است. معبود میخواهم که در محضر او هستم.